ای پاسدار ترکیده، ای پشگل پکیده، ای کتلت تازه پزیده، ای رزی ورپریده. تو رفتی و جسم ناوس من شد خمیده، این منم ولی فقیه لهیده، همون که فتوکپی یزیده. حالا شدم بادمجون پلاسیده، چون الاغی در گل تپیده. رضی جان این همه تو سوریه چریدی، برای بشار موشک خریدی. دم حوسی ها رو دیدی، کلی نقشه کشیدی، اما آخرش بدجوری ترکیدی. حالا منم و این سلامی وارفته، سر مارم که به فنا رفته. ای تو روحت عظما منو دادی دم برد، حالا اومدی واسه بهره طویل میخونی. آقا مردی که پوز غلط میکنی، لقمه گونده در از دهنت برمیداری تو. من داشتم واسه خودم تو دمشق اشغال میکردم، همه چیم برا بود، زدن پخش و پلامون کردن. بابا لازم نکرده انتقام سخت بگیری تو، هر بار خواستی انتقام سخت بگیری یه کتلت پارتی چیزی را افتاد. والا صبر کن برو تو ببینم نفله. حیف که تو رو طوری ترکوندنت که کف پات هم پیدا نمیشه، وگرنه طوری کف پاتو میریسیدم که هم نونت بشه هم آبت. رمضان شریف کم بود، همینم مونده بود که تو هم از تو تابوت بیای بیرون بشی سخنگوی ما. مگه من تو دفتر عظما چغندرم که هر شلغمی میاد زر میزنه؟ من خودم زرزن اعظم مقام عظمام. ما اصلا نمیدونیم منطقه کجاست که توش دخالت کنیم. بنده از همین جا به نیابت از مقام عظمای ولایت اعلام میکنم 3 بار 9 بار ما غلط کردیم. آقا سخنگومون هم غلط کرد. ما اصلا تو جنگ منطقه نقشی نداریم، ما اصلا مال این منطقه نیستیم. خر ما از کرگی دم نداشت، جان مادرتون ما رو نتره کنید. اوا اینجا دیگه جای ما نیست، بغل تو وا کن که اومدم الان اون به اصطلاح چیزی رو میتره کنم.